تو رو به اعتقاداتتون، تو رو به پیامبر، تو رو به هر چی که بهش اعتقاد دارین، تو رو به خدایی که بهش اعتقاد داری از بچه من چیزی نذارین. الان کلیپ هایی که داریم پخش میکنین تو تیوب من نمیدونم و هر روز یا برعکس امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من محمدم و اینجا رپ تایمه. امروز با پارت فکر کنم 4 چه خبر توییتر اومدیم پیشتون. البته هم به رپ فارسی نگاه میندازیم، هم به ترندا و چیزایی که توی حالا توییتر فارسی بوده و قرار ببینیم که چه خبره. بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره چنل یوتیوب حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و اینکه بریم سراغ توییت ها و چیزایی که بچه‌ها واسه من فرستادن و آماده کردن. بچه‌ها دمتون گرم واسه توییتایی که واسه من فرستادید. البته من میدونم، ببین میتونم حدس بزنم چه توییتایی آماده کردید و فرستادید و چیا رو اصلا عکس گرفتید ازشون. قطعاً راجع به این دختره آتوسا و این داستاناست. فقط قبل اینکه بریم سراغ توییتا چنلمون رو یادتون نره دیگه حالا فالو کنید و داخلش باشید. رپ تایم بچه‌ها لینکش هم که داخل کامنت ها پین دقیق پین شده، میتونید برید داخلش و همه چی اونجا ببینید. برسیم به توییت هایی که بچه‌ها فرستادن. اولیشو باز کنیم. مثلا از اون چشمی که اومد بالا من فهمیدم داستان امروز چیه. یه نفر توییت زده نوشته که دیروز خیلی تلاش کردم شبیه آتوسا کانسیلر بزنم نشد. حاجی این داستان خیلی بالو. فکر کن مثلا تو میری داخل یه استخر یه جایی، خب مثلا نمیدونم یه هر جا باشی بالاخره اون لوازم آرایشت پاک میشه. بعد این چه جوری بین اون همه 3 مرد تو استخر فکر کن پاک نشده بود. میگم چقدر گرون قیمت بود حاجی مارکت لوازم آرایشش. دمش گرم پول مول داشته مشتی. چیزی که بعدی واسه فرستادن ترند کورن هاب بوده. نوشته که پشمام تو سرچ کورن هاب بزنید آتوسا خودش میاد بالا. ظاهرا ترند اونجا هم شده. البته ترند اونجا واسه ایرانی‌ها دیگه، نه واسه مثلا خودشون میبینن حالا فیلم‌های خارجی، نه فیلم‌های ایرانی. و آتوسا قشنگ کلمه آتوسا هم ترند شده حاجی اونجا. دهنش سرویس. یعنی ببین یه نفر رو چقدر این صنعتو میتونه پامپ کنه و ببره بالا. دمش گرم. مشتی بوده. بعدی وای جی این خیلی سمه. یعنی ببین فکر کنم اینا واسه سال 97 96 بوده، دورانی که روبیکا داشتن. خب این بچهای 14 15 ساله اون موقع خیلی بار نمیشن دایرکت بلاک، نمیدونم پی وی بلاک و این داستانا. بعد جالبه طرف، البته نمیدونم این چرا همچین متنی رو نوشته، بخونیم متنشو. نوشته این سبک کاربر کلا فلانن، گم میخوری چشای آتوسا رو میذاری میگی دایرکت بلاک. خب بچه‌ها میدونید داستان چیه؟ یه حالا اینو نمیدونم راسته یا نه، الان واسهتون میذارم ببینید. خب بچه‌ها فایلی که کامل 6 دقیقه است، خب من نمیتونم واسهتون بذارم ولی خب تو چنل گذاشتم پینم کردم. رپ تایم رو بچه‌ها داشته باشید میتونید ببینید. خب اینو نمیدونم چرا قدیم من شنیده بودم. یعنی میدونید چه جوری بود؟ یه جوری بود که انگار مثلا نمیدونم مادر این که دختران تتلیتی بود که تتلو مثلا فیلم حال زدنشو پخش، نمیدونم چرا حس کردم اونه. در واقع اصلا معلوم نیست ایشون واقعا مادر آتوسا باشن یا نباشن. خیلی احتمالش کم این مادر آتوسا باشه. حالا یه تیکشو میخواید با هم دیگه بشنم 6 دقیقه باقی میذارم چنل گوش بدید دیگه. تو رو به اون اعتقاداتتون یه کلیپ نذارید و چیزایی که دارم من الان میشنوم هر روز یه عده میان میگن اینجوری شده اونجوری شده، نمیدونی دارن اینجوری شده اونجوری شده، داره این کارو میکنه فردا داره این کارو میکنه فردا پشت سر بچه تو میخواد 1000 تا صفحه بذاره. تو رو به اعتقاداتتون، تو رو به پیامبر، تو رو به هر چی که بهش من اعتقاد نمیدونم داری. واقعا مادر آتوسا نیست. اون یه زمان یادمه یکی از دخترای تتلیتی، خب فکر کنم با تتلو مشکل خورده بودم. بعد نمیدونم چرا اگه حالا مادر آتوساست که آجی دیگه فیلمش پخش نکنید. این مادرم چه حرفی بزنه قطعا خیلی تخمی. حالا خودش دخترش فلان بوده دیگه من نمیدونم. بازم دارم میام، من حس میکنم اونا، ولی همه رسانه‌ها زدن که مادر آتوسا دیگه. من نمیدونم. به خدایی که بهش اعتقاد داری از بچه من چیزی نذارین. الان کلیپایی که داریم پخش میکنین تو تیوب من نمیدونم و هر روز هر لحظه یه چیزی پخش میشه، واقعا دل منو به درد میاره، دل پدرشو به درد میاره. شما نمیدونید ما تو چه شرایطی هستیم. تو رو به خدایی که بهش اعتقاد داری، تو رو به قرآنی که بهش اعتقاد داری، تو رو به مقدساتت نذار. دیگه واقعا اصلا انرژی ندارم. به اون خدا ما زندگی سالمی داریم، با کسی کاری نداریم. خواهش میکنم ازتون اگه برای این هستش که بخوای خواهش میکنم به عنوان یه مادر التماستون دیگه همین بود دیگه. حالا باقیش هم اگه پیدا کردم مثلا چند حتما میذارم. خیلی خب بچه‌ها اینا رو با هم دیگه دیدیم. یه ذره ناراحت کنندم بود ولی خب دیگه چیکار میشه که تقصیر ما نیست که دیگه. حالا خودش البته خیلی دیگه این موضوع بولد شده و حالا بریم جلوتر چیزای باحالی هم بهتون میگم. بچه‌ها یکی از توییت‌ها خیلی باحال بود. نوشته همونجوری که سنگ آتوسا رو به سینه میزنید اینم بخونید و خاکو بریزید تو سرتون. نوشته مرده به زن شک میکنه، از بچه‌شون آزمایش میگیرن.
متوجه میشه بچه خودش نیست، شکایت میکنه، زنه مجبور میشه 3 نفر رو معرفی کنه. یعنی ببین طرف خب به زن شک میکنه، بچه‌شون آزمایش میگیره، میفهمه بچه این مرده نیست. خب بعد زنه چیکار میکنه؟ زنه میره از 3 نفر دیگه هم تازه آزمایش میگیره. یعنی ببین این با 3 نفر بوده. بعد حالا جالبیش میدونی چی بوده؟ 3 تاشون هم که آزمایش گرفتن یکیشون اصلا بچه دار نمیشده، در صورتی که از زن قبلی 3 تا بچه داشته. نمیدونم میفهمید چی میگم یعنی، ولی خب خیلی دارک حاجی. امثال این آتوسا، این واو حاجی، این توییتر رو ببین، نوشته صدای آتوسا باشیم. الان جدی من یوتیوبر، اصلا منی که ایرانی هم دارم دنبال میکنم چجوری صدای آتوسا باشم. نمیدونم آه و ناله کنم واسه 3 نفر بخود چیکار کنم، چجوری الان من صدای این آتوسا باشم؟ جدی شما بگید من صدای آتوسا باشم. پروژه امیری ای ولاجی، خیلی هم پروژه امیر ترکید و توییتای کاربران و نظرات کاربران راجع به پروژه امیری. بچه‌ها این کاربر توییتر نوشته موزیک ویدیوی امیری از پوتک انقدر قوی و خوب بود که حسابی کسایی که بهش پشت کردن از چشم انداخت. ببین یعنی اینجوری بهتون بگم، حتی هیترهای پوتک هم بعد موزیک ویدیوی امیری خب چیکار کردن؟ اومدن فنش شدن اینجوری. خب نوشته پوتک ثابت کرد کاری که 1 نفر تونست تنها بکنه 6 نفر توی بیت نتونستن بکنن. منظور 6 نفر این حالا کنسله آرتاس دیگه، حالا اونو میگه 6 نفر نتونستن بکنن. نوشته امیری پوتک موزیکای احساسیش خدا بود، مخصوصا اون آهنگی که میگه داف بودن فرق داره با بچی. آره ببین اصلا نمیتونیم بگیم یه آهنگ بود، یه آلبوم بود دیگه، 35 دقیقه 4 تا 5 تا موزیک بود، فکر کنم 6 تا موزیک بود یا 5 تا موزیک بود. خب ببین 5 6 تا موزیک رو برداشتن گذاشتن قشنگ موزیکالش کردن، 35 دقیقه همینجوری ادامه پیدا کرده، یه چیز خفن. تازه اینم بهتون بگم هنوز امیری تمام نشده، من اینو اولین نفر خبر اختصاصیشو زدم داخل کانال یوتیوبمون. خب ولی دیشب خود پوتک هم اومد تو کانالش برگشت گفت آقا امیری هنوز تمام نشده و تاریخ پخشش مشخص نیست. ولی حس می‌کنم بچه‌ها پارت دوم امیری سال 2020 با یه شخص خیلی معروف که اسمش هم تراویس اسکات ممکنه بیاد بالا. حس نمی‌کنم، مطمئنم با این نفر میاد. و سوگنگ آجی من فکر می‌کنم یوتیوبر موفقیه و یوتیوبر موفقیه واقعا، ولی میدونی چیه؟ نمیدونم چرا کاربراش بهش هیت میدن. شما پست آخر توییتر سوگنگو باز کنی فقط می‌بینی بهش فوش ناموس کشیدن. یعنی اینجوری بهتون بگم مگه میشه آدمی طرفدار داشته باشه بعد انقدر بهش فوش ناموس بکشن؟ اینم توییت جدید سوگنگ که نوشته خواستم بگم 5 میلیون بازدیدم تو کونه هیترام. خب خیلی جالبه، یعنی انقدر بچه‌ها بهش هیت دادن. خب اصلا بحث ویو هم که راجی، البته میدونید چیه این، چون با داستان مدگل زر روال بود سوگنگ سر همون قضیه بهش هیت میدن. البته خب آجی شما تو سایت کورنها هم میرید و میبینید 100 میلیونی فیلم مثلا مثبت 18 ویو خوردن آجی ملاک آدم بودن نیست. میدونید توییت بعدی نمیشه یکی از خفن ترین آرتیست‌های در حال حاضر چرا جدی یه دونه تلخون رو مسخره میکنن، اینو سجاد شاهی رو مسخره میکنه، باقی افراد جدی مسخره کردن که نداره آجی. طرف آرتیست داره زحمت میکشه. من خوشم نمیاد ترجیح میدم گوش ندم کلا، میدونی یعنی اگه طرف خوشم نمیاد میذارم تمام شد. ولی خب نمیام هیتم بدم میگم آره طرف تخمی فلان بیساره. خلاصه که آقا اگه خوشتون نمیاد گوش ندید. میدونی این دوره‌ای نیست که مثلا بگیم آره اینجوریه ما بعدمون میاد نباید بخونه. دوره‌ای که آقا خوشت نمیاد گوش نمیدی، یه نفر دیگه خوشش میاد، یه نفر دیگه خوشش میاد. بچه‌ها آخرین توییتمونه فکر کنم، آره چیز جنجالی که از سورنا اومد بیرون. خب سورنا بردا یه دونه استوری گذاشت از یه حالا آهنگی که تو مارکت انگلیسی بوده و گنگسان بوده. خب که خیلی باحال بود آجی. باحال بودنش میدونی کجا بوده؟ باحال بودنش این ایموجیش بود. یعنی هیچ موقع مردم فکر نمی‌کنن سورنا به اون سنگی، سورنا به اون دپی و حالا دیدید وضعش چجوریه که خب مثلا بیاد یه ترک بده و حالا یه ترک رو بردار استوری کنه بالاش این ایموجیایی بذاره که دخترا میذارن. یعنی در این وضع بهتون بگم. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید. اینم بهتون بگم اگه حالا اون خواسته مادر آتوسا هم میخواید داخل کانالمون گذاشتم واسهتون دقیق. خب میتونید اونجا برید پینا رو دنبال بکنید ببینید. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. 2 تا ویدیو آخرام که اصلا دست ندید. با امید دیدار.